یک پیام به حکومت دارم. شما دارید با این کارهاتون واقعا بر ضرر خود کار میکنید. همین مولوی عبدالله بیگ، همون ایشانی سراج‌الدین، همین علما، اینا رو شما چقدر درست به منفعت خود استفاده بردید، بر ضد ما، به فایده خودتون. معذرت میخوام چقدر احمقشون کردید. اگر اینا در آزادی باشن، اینا سواد سیاسی ندارن، اینا منبر رو دوست میدارن، میکروفون رو دوست میدارن. آزاد میگذاشتید، همینو باز ما 10 سال دیگر تنقید میکردن. اصلا من نمیفهمم که در حکومت تاجیکستان با کجایشون فکر میکنن، در اونجا کی نقشه ها رو میکشد. حالا ولی معلومه شاید که دیگر اون کینه و قدرتی که نسبت دین، نسبت علما دارن، اون اجازت نمیدهد که حتی از دوستان خودشان، از علمایی که طرفدار خودشان هم هستن، درست استفاده کنند و اونها را میبرن زندانی میکنند و اونها را هم اذیت میکنند و طرفداران آنها، شاگردان آنها را به مخالفین خود و به طرفداران ما تبدیل میدهند. حالا اگر من یک آدمی فرصت طلب میبودم، پیمان ملی تاجیکستان، نهضت اسلامی تاجیکستان فرصت طلب میبود، ما میگفتیم که بله ادامه دادن بگیرید. طرفدار آن میبودیم که این علما را هر چی بیشتر برای زندانی کنید، اینها دیگر چشمشان باز میشود و شاگردان و پیروان آنها طرفدار ما میشن، مخالف شما. اما ما نه، ما میگیم این اشتباه رو نکنید. این بنده های خدا رو که اصلا گناهی ندارن زندانی نکنید. ما زندگی آرام و آسوده خدا شما ببرن، از شما هم تعریف کنن. چون ما نمیخواهیم فایده بگیریم که در نتیجه مصیبت و فلاکت دیگران باشد. ما همون قدر قدرت و توانمندی و آدم گبزن داریم که خودمون بدون اون علمای نیم درباری و حالا نیم حکومت پرست، اینا را میگن علمای سلاطین، به اونها ما فعالیت خود رو بردن میگیریم. فقط نمیخوایم که یک خانواده، یک عائله، باز یک شخصیت دیگر دچار این مصیبت ها شود.